این ماره اومده بود خراب شده بود، یه نوش زدیم. یه سوراخ داره اینجا، یه سوراخ داره اینجا، یه سوراخ رو میزنیم و تموم میره رو جک. اینم دنده زوزنقه‌ای. برای روش زوزنقه‌ای یه روش خاص خیلی خوبی هست که اول چه کار باید بکنی، با چه قلمی داخل کارتو برداری، بعدا راحت این دنده رو میتونی با اون کاتری که درست میکنی خودت میتونی بزنی، هر سایزی که باشه، به همین راحتی. بدون یه خلاصی. میره برای کار. عزیزان، همونطور که داخل کانال اعلام کردیم و گفتیم نحوه رزوه زدن خیلی مهمه و چطوری باید بزنی، چه اندازه‌ای رو باید در نظر بگیری که رزوت خیلی خوب و دقیق و مرتب در بیاد. میراز یادتون میاد الان ما امروز 40 تا دونه چیز داشتیم، پیچ داشتیم که 2 نمونه رزوه خورده. یه گام 1.5 داشتیم و یه گام 2 داشتیم. گام 1.5 ببین چه راحت بسته میشه بدون که یه خورده لقی داشته باشه. و گام 2 که مهرمون بسته میشه، گفتیم برای رزوه زدن هر اندازه ای رو که داریم 10 صدم کمتر میزنیم، 10 صدم براده برداری میکنیم که رزومون داخل چیز خوب بازی بکنه، رزومون خوب بازی بکنه. خب اگر با دقت داخل کانال ما نحوه رزوه زدن از 0 تا 100 رو گذاشتیم، میتونید برید اونجا و کار رو ببینید
آموزشی که گذاشتیم رو ببینید، ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید تا برنامه‌های بعدی که برای شما میذاریم، آموزش‌های بعدی که برای شما میذاریم و حتی هر آموزشی که از انواع و اقسام سوراخ‌کاری‌ها، براده برداری، به قول معروف تراشکاری، فرزکاری و انواع دستگاه ماشینالات تراشکاری، اگر سوالی دارید میتونید برای ما کامنت بذارید و ما جوابگو هستیم. سلام دوستان، برادرمون رفیقمون تراشکار آقای پیرزادی میگه که دستگاه زمانی که داغ کرده دلیلش چیه؟ داخل پیجش هم گذاشته. اما اون اینو بخوام بگم آقای پیرزادی، زمانی که دستگاه داغ میکنه باید خاموش کنی بری چای بخوری. دنده زوزنقه‌ای اومده بود، زدیمش تمام شده. ولی شافه boşluk var mı? Yok. Güzel. همین الان یهویی kaldı.